ولی وقتی که هر چی خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. وقتی که ستاد ژاندارمری شما محاصره میکنید، ژاندارم وظیفه داره از خودش دفاع کنه، از اسلحه‌اش دفاع بکنه. این مملکت جمهوری باشه، اسلامی، دموکراتیک، چه میدونم، سلطنتی باشه، مستبد باشه، فاشیست باشه، این مسائل بنیادی است. هیچ کسی نمیتونه اینا رو قبول کنه. از این جهت آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنند، اون امری صلاحیتی، ولی مسئولیت نباید لوث بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه‌هایی دارند و ارائه میدند، با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در قانونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده‌اند تسلیت عرض می کنم. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق این